فرآیند استخدام توی شرکت‌های بزرگ مثل اسنپ و کافه بازار یه سری مراحل داره که احتمالاً نمیشناسیدش. اگه از قبل این مراحل رو باشون آشنایی داشته باشید و بدونید که چه نکاتی رو باید داخلشون رعایت بکنید، احتمالاً بتونید نتیجه بهتری از مصاحبه‌هاتون بگیرید. میخوام راجع به همه مراحلی که تو فرآیند استخدامتون ممکنه باهاش روبرو بشید باهاتون صحبت بکنم. من امیر سلطانیانم. سلام. شما لحظه ای که اپلای میکنی برای اینکه بری داخل یه شرکتی توی پوزیشنی کار بکنی، وارد یه فرایند استخدام میشی که حالا بهش میگن پایپلاین استخدام. توی این پایپلاین استخدام کلی مرحله هستش. دونه دونه میخوایم این مرحله رو با هم پیش بریم. البته که شرکت‌های مختلف ممکنه ترتیب این مراحل توشون فرق بکنه، ولی خب کلیتش همینه. خیلی سلیقه‌ای و از یه طرفی هم با توجه به گلوگاه‌ها و باتلنکاشون مراحل مصاحبه رو میچینن. کلا هم عرف بر اینه که مراحل مصاحبه جوری چیده بشه که این پایپلاینه همون اوایل خلوت بشه. برای اینه که خب طبیعتاً این پایپلاینه برای شرکت هزینه داره و هر نفری که واردش میشه یه هزینه‌ای رو به شرکت تحمیل میکنه. برای همینم شرکت سعی میکنه اون نیروهایی که براش مناسب نیستن و زودتر از این پایپلاینه خارج بکنه. حالا با توجه به همین قضیه اکثر شرکت‌ها مرحله اول مصاحبهشون مصاحبه HR. توی این مرحله اون نیروی HR که میاد با شما صحبت میکنه قراره اینو بفهمه که شما چقدر برای کار کردن تو اون شرکت نظر فرهنگی مناسبی، چقدر روحیاتت به روحیات آدمای اون شرکت میخوره و اونجا احتمالاً حس خوبی شما خواهی داشت و بقیه هم از حضورتون قراره حس خوبی داشته باشن. توی این مرحله سعی کنید راجع به ارزشاتون صحبت بکنید و احتمالاً HR ازتون میپرسه که چرا اصلا از شرکت قبلیت مثلا در اومدی، چرا فلانجا کم کار کردی و قرار این رو متوجه بشن که روحیات کاری شما چه شکلیه. شخصی که داره با شما مصاحبه میکنه باید شما رو قضاوت بکنه. برای همینم حواستون به جوابایی که به سوالاش میدید باشه. ممکنه جوابای شما یه اشتباهی داخل اون آدم به وجود بیاره که تصمیم بگیره شما رد کنه، در حالی که اصلا شما نباید رد میشدید. مثلا چند سال پیش یه ذره بچه‌تر بودم، رفته بودم یه مصاحبه، خیلی هم برام ارزشمند بود که توی اون شرکت برام کار بکنم، اما HR ردم کرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که آدم درونگرایی ام. بچهای HR همون اوایل یه سوال رو احتمالاً باهاتون مطرح میکنن، اونم اینه که درخواستیتون چقدره از شرکت برای حقوقتون. احتمالاً ازتون 2 تا عدد میخوان. یه عددی که شما زیر اون قیمت کار نمیکنید، یه عددم عددی که ایدئالتونه و دوست دارید شرکت بهتون اون عدد رو بده. سعی بکنید قبل از اینکه کلاً اپلای بکنید برای اینکه برید سر یه کاری، این عددا رو برای خودتون در بیارید. حالا عدد چجوری در میاد؟ میتونه با سوال پرسیدن باشه، 4 نفر همکارت، میتونه هم تجربی باشه بر اساس حالا آخرین حقوقی که گرفتی و چیزی که فکر میکنی باید از اون بیشتر بگیری. مثلا HR از این عددا چه استفاده میکنه؟ میاد با توجه به این عدد مشخص میکنه که آقا این آدم اصلا بازه حقوقی که میخواد برای شرکت من امکان پذیر هست یا نه. اگه امکان پذیر نیستش همین الان از پایپلاین بذارمش کنار، چون من دست آخر نیرو رو نمیتونم بگیرم. مرحله بعدی بعد از HR احتمالاً مرحله تسکه. البته که خیلی از شرکت‌ها مرحله تسک و مرحله اول میذارن به خاطر اینکه خب زودتر اون فیلتراسیون اتفاق بیفته و این پایپلاین خلوت بشه. تو این مرحله حالا با استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مختلف یا نه خیلی ساده‌تر با یه PDF میان به شما میگن که آقا ما فلان چیزو از شما میخوایم. یه تسکیه، احتمالاً یه کاری توی هیته کاری خودتون برای اون پوزیشنی که اپلای کردید بهتون میدن، میگن که آقا از این تکنولوژی‌ها باید استفاده کنی، این تکنولوژی‌ها رو بهتر استفاده بکنی و فلان چیزو برو پیاده بکن. شما برای این تسکیه یه مهلت چند روزه یا حتی مثلا یه هفته‌ای هم میگیرید و باید برید این تسکیه رو انجام بدید تا ادامه ی روند مصاحبهتون طی بشه. توی این تسکیه حواستون به یه مورد خیلی باشه، اونم اینکه تسکتون اجرا بشه و روش اجرا کردنشون رو منتقل بکنید به کسی که حالا قراره این تسکیه رو ببینه. برای من خودم خیلی تسک استخدام میاد که چک میکنم میبینم اجرا نمیشه. این خیلی بده توی فرآیند استخدامتون. و اما نکته خیلی مهم که من خودم هم تا چند وقت پیش اونقدر بهش اهمیت نمیدادم اینه که فقط اکتفا نکنید به چیزایی که توی اون داکیومنت نوشته شده. سعی کنید اینو منتقل بکنید به اون کسی که داره تسک شما رو بررسی میکنه که شما دامنه دانش زیادی دارید و توی اون زمینه‌هایی که عمیقید اینو به رخ بکشید حسابی.
بعضی از شرکت‌ها برای اینکه هزینه بررسی تسک رو کمتر بکنن، به جای این مرحله میان یه مرحله دیگه استفاده میکنن، اونم چالنجه. توی این مرحله به شما یه لینکی میدن، میرید اونجا، یه چالشی مطرح میشه، کد میزنید، همونجا تصحیح میشه. این برای اینه که به مقدار هم هزینه کمتر میشه، همینم که همون شرکت اول کار متوجه میشه که آقا شما آدمش هستی که اصلا بتونی نیازهای شرکت رو برای این پوزیشن برآورده کنی یا نه. تو اون چالش حواستون به تایم خیلی باشه. چالنج‌ها معمولا تایم محدودی دارن. من خودم دیدم موردایی که استعدادشو داشتن ولی حواسشون به تایم نبوده، همینجوری علی تللی گذروندن و تایمشون تمام شده، نتونستن چالش رو انجام بدن. اینم در نظر داشته باشید که چالنج‌های آنلاین معمولاً اتوماتیک تصحیح میشه. برای همینم سعیتون رو فقط بکنید که تسکتون درست کار بکنه. اینجای کار خیلی اهمیتش بیشتر از باقی چیزاست. اینجای کار که میرسید دیگه نوبت به مصاحبه تکنیکال حضوری میرسه که بیاد یعنی روی باهاتون صحبت بکنه، ببینه که خب شما چند مرد حلاجید. این مرحله یکی از مهمترین مراحل مصاحبه است، به خاطر اینکه شخصی که جلوی شما نشسته یه متخصصه تو همون زمینه‌ای که شما براش اپلای کردید. اون شخص یه سری سوال از شما میپرسه که یه نمورم این سوالا متداوله، یعنی اگه برید یه سرچی بکنید تو اینترنت کلی سوال مصاحبه پیدا میکنید و یه مقداری آنبورد میشید با اینکه حدوداً قراره ازتون چی بپرسن و سعی میکنه یه مقداری هم روی اون سوالات مانور بده و ببینه که شما عمق دانشتون چقدره توی اون حالا مسئله‌ای که دارید جوابشو میدید. و معمولا شخصی که داره باهاتون مصاحبه میکنه سطحی نمیگذره از پاسخهای شما و سعی میکنه یه مقداری عمیق‌تر بشه. من قصد اینو دارم یه سری ویدیو تولید بکنم برای همین بخش مصاحبه و بیام راجع به یه سری سوالای مصاحبه استخدام صحبت بکنم توش. اگه دوست داشتید اینستاگرامو فالو بکنید، ویدیوها رو اونجا قرار میدم. لینک اینستاگرام اینجا، آقا مشتبه زحمتشو میکشه. توی این مصاحبه تکنیکال سعی بکنید با اون شخصی که داره باهاتون مصاحبه میکنه ارتباط برقرار بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه یه جایی رو متوجه نمیشید یا یادتون رفته، ازش کمک بگیرید، بگید آقا اینو من فراموش کردم، یه راهنمایی به من بکن. اینکه اون شخص به شما راهنمایی بکنه و شما جواب اون سوالو بدید خیلی بهتر از اینه که جواب اون سوالو کلا ندید. ضمناً اینکه شما به یه سوال بگید بلد نیستم خیلی بهتر از اینه که جواب اشتباه راجع به اون سوال بدید. چون اینکه شما اون مسئله رو بلد نیستید یعنی اینکه آقا این رو باید شما یاد بگیرید، ولی اینکه شما اون رو اشتباه بلدید یعنی اینکه اول باید اون اشتباهاتی که تو ذهنتونه رو پاک کنه یه نفر و بعد شما تازه میتونید یاد بگیرید اون قضیه رو. برای همینم سعی کنید رو راست باشید توی مصاحبه تکنیکال و اگه چیزی رو بلد نیستید حدس نزنید، بگید که آقا بلد نیستم، حالا یا راهنمایی بگیرید یا ازش بگذرید. تو مصاحبه تکنیکال معمولا سوالات همینجور رفته رفته سخت‌تر میشه. اون کسی که باهاتون مصاحبه میکنه سعی میکنه توی این مصاحبه اون سطح شما رو متوجه بشه که شما چقدر دانشتون عمیقه. برای همینم هی سوالات رو سخت‌تر میکنه وقتی شما جواب میدید. برای همینم منتظر این نباشید که برید یه مصاحبه همه سوالا رو جواب بدید، چون اصلا اون مصاحبه استاندارد نیست اگه این اتفاق توش بیفته. بعضی از شرکت‌ها توی همون مصاحبه تکنیکال شخصی که باهاتون مصاحبه میکنه ازتون یه سری کد میخواد، یه سری پرابلم بهتون میده، میگه اینا رو حل بکنید، مثل همین استفاده خود ما. ولی خب بعضی از شرکت‌ها هم اینجوریان که یه مرحله جداگونه درست میکنن برای این کد زدن همزمان جلوی چش اون نفر. اسمش هم میذارن پیر پروگرامینگ یا مثلا پرابلم سالوینگ. مثلا کافه بازار این شکلی بود. میرید شما میشینید، یکی دو نفر نیروی متخصص جلوتون میشینن، یه مشکلی رو باهاتون مطرح میکنن، ازتون میخواد کدش رو بزنید، عین کدش رو بزنید و شما باید اونجا بلند بلند فکر کنید و برای فکراتون دلیل بیارید، انجام بدید و نتیجه بگیرید. حالا توی این فراینده ممکنه یه جایی شما نیاز به راهنمایی داشته باشید یا اصلا بلد نیستید. اون اشخاص برای این اونجا که به شما کمک بکنن، راهنمایی بکنن، ازشون کمک بخواید، راهنمایی بخواید و سعی کنید کارتون رو پیش ببرید، حتی شده با راهنمایی. یه نکته خیلی مهم که تو مصاحبه کافه بازار تقریبا منو نجات داد اینه که راه حلای زیاد خوبی که ندارید رو هم بگید و اصلا بگید که چرا این راه حل استفاده نمی کنید. من رفتم تو مصاحبه کافه بازار، یه مشکلی بود، اصلا تایمم هم کم بود، نمیتونستم اون مسئله رو درست حسابی حلش بکنم و یه ایده‌ای به سرم زد، یه چیزی که خونده بودم ولی مثلا اینجوری بود که باید میرفتم تو بروزرم یه تیکی رو میزدم تا اصلا اون کار میکرد.
رفتم گفتم آقا من همچین ایده‌ای دارم، اونجوری میشه انجامش داد، اونجوری انجامش بدم، که اتفاقا استقبالم شد، اونجوری هم انجامش دادم و اصلا من استخدامم شدم. حالا ماجرای این کافه بازار و اینا رو تو اون ویدیو از اسنپ تا اسنپ فود گفتم، اگه ندیدید لینکش همین بالا میذارم. یه مرحله مصاحبه دیگه هم هستش که معمولا برای نیروهای یه مقدار سینیور و سطح بالاتر این مرحله رو قرار میدن. اسمش هم مرحله ریفراله. شرکت یه چیزایی رو از مصاحبه با شما متوجه میشه، ولی یه چیزایی رو توی بلند مدت آدمایی که با شما کار کردن متوجه میشن. برای همین از شما خواهش میکنه که برید یکی دو نفر از کسایی که باهاتون کار کردن، ترجیحاً نظارت داشتن به کار شما رو معرفی بکنید، بیاریدشون داخل یه جلسه ای و توی اون جلسه اون آدم‌ها بیان شما رو توضیح بدن که شما چه جور آدمی هستی، چه شخصیتی تو کار دارید، چه ارزشی برای شرکت خلق میکنید، تا اون شرکت بتونه تصمیم بهتری بگیره توی استخدام شما. پس در نتیجه رابطتون رو با همکارهای قدیمیتون حفظ بکنید، ارتباط حسنه‌ای داشته باشید. ممکنه توی یه مصاحبه‌ای همون همکار فعلی شما که داره باهاتون کار میکنه بتونه بیاد و اصلا کار جمع بکنه براتون. و اما اگه از این 7 خانه رستم گذشتید، احتمالاً یه جلسه فاینال اینترویو میرید، یه جلسه ای که دیگه شرکت فهمیده شما آدم مناسبی هستید برای کار کردن داخلش و میخواد مدیرتون چک نهایی رو بکنه. توی این مرحله احتمالاً یا با تیم لیدتون یا با سی تی او شرکتتون یا حالا از این دست مدیرا میرید صحبت میکنید و شاید یه بخشی از صحبت‌ها بره سمت مسائل تکنیکال، ولی خیلی ابسترکت تو لایه‌های بالا. مثلا نمیدونم راجع به کلیات دیزاین پترن بپرسه، یا مثلا بپرسه یا آقا منابع بروز بودن چیه. و این دست سوالا، آماده شدن برای اینجور سوالا هم فقط کافیه که شما یه مقدار سبک زندگی درستی داشته باشید و اگه سبک زندگیتون یه ذره درست باشه میتونید خیلی راحت این سوالا رو جواب بدید. یکی دو تا مصاحبه هم برید دستتون میاد. و اما مرحله آخر، اگه مدیرتونم اوکی داد، به شما شرکت یه آفر میده. آفر یه برگه کاغذه یا یه ایمیله که بهتون میدن، میگن آقا این حقوق، این مزایا، پیشنهاد ما به شماست برای اینکه بیای با ما همکاری بکنی. یه مدت زمان محدودی هم بهتون میدن که روش فکر کنید و جواب به شرکت بگید. اگه جوابتون مثبت باشه بعد تاریخ شروع همکاریتون هم به شرکت بگید. معمولا اون آفری که شرکت بهتون میده غیر قابل تغییره و شرکت سعی میکنه حرفشو عوض نکنه، ولی اگه دیدید نظر مالی اوکی نیستید برید اون اعلام بکنید. شاید حالا فرجی شد و تو اون مورد خاص اومده این آفر رو تغییر دادن. خدا رو چه. این همه مراحلی بود که ممکنه توی فرآیند استخدامتون تو هر شرکتی حالا حداقل تو ایران باش روبرو بشید. اگه با ویدیو حال کردید، دوستش داشتید، کامنت بذارید، لایک بکنید، شیر بکنید. ولی قبل از اینکه ویدیو رو تموم بکنم خواستم چند تا نکته رو بهتون بگم که ازتون خواهش بکنم توی مصاحبهاتون لحاظ بکنید. یکی این که از کسی که دارید باش مصاحبه میکنید راجع به قبول شدن یا قبول نشدن سوال نکنید. طبیعتا اون آدم دوست نداره به شما بگه قبول نشدید همونجا و دوست داره که این کار بره یه مقدار روال اداری بگیره، برای شما ایمیل بیاد، نه چشت نگاه بکنه بگه نه قبول نشدی به این دلیل به این دلیل. دوم این که اگه میخوای گوگل بکنی به هر دلیلی اجازه بگیر. کسی که داره باید مصاحبه میکنه متوجه این قضیه با احتمال خیلی بالایی میشه که داری گوگل میکنی و یه ذره وجه خوبی نداره برای خودت. و سومی و مهمترینش این که کسایی که دارن باهات توی این فرایند صحبت میکنن همون همکارایی هستن که قراره بری توی اون شرکت باهاشون کار بکنی. پس اگه با این آدما حال کردی احتمالاً اون شرکت جای خوبیه برای اینکه کریر شغلی و مسیر شغلی تو ادامه بدی. دمتون گرم که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.